بنیاد اینفراستراکتور نقلیات برای به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان از تدبیرهای مهم و مؤثر میباشد که در دایره تطبیق یکی از هدف استراتژی مملکت رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی موفقانه عملی میگردد. با این مقصد در ساحه نقلیات 11 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی بیش از 8.5 میلیارد سومانی تطبیق شده ایستاده است. حالا تجدید و ساختمان راههای ماشینگرد دوشنبه باختر، خوجند اسفرک، کلوب شمس‌الدین شاهین، شکیب قلعه خنب، کلوب مومن‌آباد با مبلغ بیش از 4 میلیارد سومانی ادامه داشته راههای مذکور تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی به استفاده داده می‌شوند. همچنین با استفاده شرایط و امکانات موجوده در سمت تهیه لایحه‌های تجدید از نوسازی راه ماشینگرد خوجند، کنیبادام، باختر دنغره، کلوب، باختر ناصر خسرو و راههای دیگر در عمل تطبیق کرده می‌شوند. در 3 سال اخیر طبق نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال 30 سالگی استقلال دولتی در شهر و دهات کشور از حساب صاحبکاران و شخصان سخاوت‌پیشه و اهالی 1450 کیلومتر راههای جمهوریوی و محلی و 108 پل بنیاد و تجدید گردید. در دوره صاحب استقلالی در کشور از حساب لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری زیاده از 2000 کیلومتر راههای ماشینگرد دارای اهمیت بین‌المللی و جمهوریوی، بیشتر از 1000 کیلومتر راههای ماشینگرد داخلی از حساب دیگر سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بنیاد و تجدید شده‌اند. طی سال‌های اخیر در نتیجه بنیاد شاهراه‌های ماشینگرد بین‌المللی و پیوستن تاجیکستان با یک قطار کشورها برای رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی و تطبیق هدف دوم استراتژی امکانات زیاد فراهم گردید. با بنیاد و نوسازی راه و پل‌ها در مملکت مشکلات و منایه‌های رفت و آمد که بیشتر فصل زمستان پیش می‌آمدند پورا برطرف گردیده، با این وسیله امکانات و شرایط مساوی در دیگر سمت‌های حیات جامعه به وجود آمدند.